سلام. الان میخوام راجع به عبارت‌های جبری صحبت کنم. عبارت‌های جبری یعنی اینکه دسته‌بندی کن اون چیزی رو که جنسش با هم دیگه فرق میکنه. مثلا شما یک کتاب رو با یک سیب نمیتونید جمع کنید. 5 تا پرتقال رو با 3 تا میز نمیتونید جمع کنید. اینها دسته‌بندی های مشخصی داره. 2 تا میز رو با 3 تا میز جمع میکنید. 4 تا پرتقال رو با 3 تا پرتقال جمع میکنید. ردبندی که برای خودش تعریف میکنید میشه دسته‌بندی های جبری. به جای پرتقال میگیم آ، به جای میز میگیم بی، به جای مثلا کتاب میگیم سی. این میشه عبارت جبری. مهم اینه که شما بدونید اون چیزی که جنسش با هم دیگه یکیه با هم در نظر بگیرید و اون چیزی که یکی نیست با هم دیگه جمع نکنید یا با هم تفریق نکنید. مثلا 2 تا آ با 3 تا بی جمع میشه 5 تا آبی. اشتباهه. 2 تا آ با 3 تا بی جمع نمیشه. 5 تا سی با 4 تا ایکس جمع نمیشه. 5 آ منهای 2 آ، این دوتا با هم دیگه چون هر دو آه میشه تفریق کرد، میشه 3 تا آ. حالا یک سوال، آیا ما اگر حروف متفاوت داشته باشیم در آخر میتونیم اینها رو به یک روشی با هم دیگه ترکیب کنیم؟ ترکیب ما فقط در حالت اتفاق میفته که ضرب باشه. مثلا 3 تا آ با 2 تا ب میشه 6 آ ب. ولی در حالت جمع و تفریق فقط اون چیزی رو با هم دیگه جمع و تفریق میکنیم که حرف لاتینش یکی باشه. تا اینجا در کنار در نظر بگیرید. عبارت‌های جبری که از 1 یا 2 یا 3 حرف لاتین تشکیل شده باشه و حتی مقدار ثابتی کنارش داشته باشه، مساوی و طرف دیگه ای داشته باشه، یعنی عبارت جبری ما مساوی با یک عبارت دیگه ای باشه، به این میگن معادله. مثل 2 تا کفه ترازو. 2 تا کفه ترازو وقتی با هم مساوی هستن که در یک راستا